مرا با کدام کلوب میبری جناب زبید؟ با یک کلوبی میبرم که در حیاتت خیلی کلوبا ندیده، ولی بیا برای کلوبا ببین، باور که درش برآمدن نمیفوره. دلم گواهی میده که دفعه آنیخ زینب در معقول میشن. سلین من ترا دوست میداشتم، لیکن جوی ترا آنیخ زینب میگیره. انیلا تقدیری بلند میگه، زندگیم رنگی دیگه گرفتیسته. زبید این را با من چخیر کردی؟ با من یگان دختر به کلوب نمی رفته بوده است. آخر با کدام دختری که خواهم به کلوب شبانه می روم؟ تو مرا کی فکر کردی آخر؟ حیران می شوم. با من چی؟ با کی به کدام کلوب شبانه که خواهی رفتن گیر؟ رشک ندارم، چرا رشک کنم جانم؟ آخر از یگان چیز کم نیستم. او را بین میگوید که با تو کدام دختر به کلوب می رود؟ آن دختر اول مرا پس می زند، بعداً زبید او را به کلوب شبانه می برد. من از این پس قرار می ایستم ها؟ قرار می ایستم من مگر ها؟ نکیلس آن سالها گذشت، در گذشته ماند. دیوانگی نکن. کدام دختر با من به کلوب می رفته است؟ حاضر به تو نشان می دهم. وای وای، مثل روزهای گذشته. من چیکار میکنم حاضر؟ چی گفته ایستادم من؟ به این هم تو پلیس هستی؟ آخر حیران شدم. کنی بیایید بینم. کنی با بیرون برو. سردارمی شما هستید؟ آفرین بر شما، آفرین. از پشت شما شده یک جنایتکار از دست رفت. ببخشید سردارم، فکر کردم که ماشین رو دزدیدند. تمام شما روید،
من ماشین را به صاحبش میگردانم. روید. همه با ماشین ها میرویم بچه ها. زود بیایید. زود باشه. دخترهایم بیارم باشم. چی شد نفهمید؟ کنی؟ گیرید. من نه. دختر رو باید برید. این دختر حاضر میرفتن. بیا. آیسا دستت رو ده. رفتیم. تمام رفتیم جناب دکتر. من هم با شما میروم. نه این خیلی ممکن نیست. جایز نیست رفتن شما. متاسفانه در لیفت جای نیست. یاری تجلی. بله در یاری تجلی جای نیست. برای همین شما راست با این محبس آید. بیمارخانه حیوان. بخشش بیمارخانه. اگر نویم میشوم. شما بخیر. زود باش. زود باش. بیمارخانه میرویم. زود باش. سلام علیک. من مراد. سلام من اصل. من شیرین. از شناسایی شدم. اینجا پسند نشد به فکرم. با یگان جای دیگر رویم چی؟ می شود. بیایید می رویم. اندری یک سال شیرین ما اومدن که اصل چه روی اصل چه کی باشه برام پیشگی قلچه نیمه شما شوکت ما رو با کجا میبرید؟ یک کلوبی دیوانه ناحیه‌مو میبرم. بله آخر خرسندی حقی ما هم هست همین خیلی نه به این هم اکای زبایدم زینب رو با کلوب دعوت میکنند. میریم بیا بریم باید که تولدن میفرم رفتیم. شما کی باشه؟ همین مراد نیسته؟ صد فایز مراده. از پسم دور نمیشود آخر. همراهش دختر نیست، به درون در اومده نمیتواند. اگر راهگردی شبیه بدبخته آرتیست. مرحمت مثلا همکار تو همینجا هستی؟ تو در اینجا چی کار میکنی؟ ها؟ نمیبینی مگر همراه خانم زینب تنی تنها هستیم؟ ما رو راحت گذار. تو مگر ما رو تعقیب کردی؟ تو چی ها میگویی ها؟ چرا تو رو تعقیب میکردم؟ یا خدایا. میرویم؟ میرویم. استراحت خوب. آرتیست. بچه ها این ماشین رو از اینجا گیرد که یگان ماشین دیگر میاد راه رو محکم میکنند. قبل نیست که ماشین رو بین. به شرم روبین، دو تا دختر رو گرفته مقابلی من برآمد دارد. جناب زبید بسیار زیبا میرقصیدید شما.
ایوا این جوانی زیبا بسیار خوب میرقصیده است. او رو شبگردی بکار گویند درست‌تر میشود. رشک نکنید لطفاً. چرا به تو رشک میکردم؟ جناب زبید از تو دیده بهتر میرقصد. اوه چی خرد کرد؟ مایتن از زودتر تو میتم. کنی تو بته؟ کنی زبید؟ شبگی از میکنی سر تو میتم. چی هستین؟ رقصیدن است؟ جناب زبید؟ تمام دست بالا سرت بته. انا یاد گرفتی. چی شد همکار؟ تا دادن نمیتوانی؟ مرا تو جای دیگه نفتی اینجا آمدی؟ خودت تا دادن نمیتونی. البته میتوانم همکار. انا این خیل تا بدهم، این خیل تا میدهم. با او سر و کار نگیره جناب زبید. کم دیگر من میرقصم. با تو هم میرقصیم. کنی جنبان؟ خدا لعنت کند آخر. همه دخترها با من رقصیدن میخواهند. دختر باز. جناب زبید بیایید با او رقصیدن رو نشان دهیم. بیا زینب بیا ما هم تا دادن سر میکنیم. آخه من رو اینگاه کوی نمیشود. دختر رقصیدن نتوانی به صحنه نباید بروی. یه لویتی چو انداز بگیر بزد چنگ بده. این دیوانه را ببین. کی را تو دیوانه گفته ایستاده ای؟ با این نگاه کن مرا زدنی است چی؟ نه. چی گپ است اینجا؟ هم گناهگار است و هم زبانش دراز گپ میزند. این میمون کی باشد؟ انا کوچگردی دیگرش اومد. کوچگر؟ کوچگر؟ ای دختر تو چی میگویی؟ با دخترهایی که با من هستن هیچ چیز نگو. فهمیدی؟ این خیل باشد با آنها از اینجا رفت. بسیار دغل بوده است. بسیار دغل. تو با کی گفته ایستاده ای ها؟ با تو گفته ایستادم. خانم زینب بیا میرم رقصیدن بعدا میکنیم. لمبادا هیچ گپی نیست. اهمیت نداره. ما میرویم. در اینجا خیلی دلگیر شدیم. شام بخیر. ایها بخشش ولی ما مسئله رو فهمیدیم. این دختر روز پیشینه تو بوده است. ما بسیار دیدیم این خیلی بحث رو. آخرش به هیچ خوبی انجام نمیدهد. با شما کار نداریم. بای بای. بیشتر این دخترها چی گفته ایستاده نه؟ شما پیش عاشق بده نه؟ این خیلی گپ نیست. خیلی گپ نیست. در یک شهری کلان دیگه اگان کلوبی دیگر نبود که تا با اینجا آمدیم مراد. معلوم نیست مگر که چرا آمده است. من میدونی برای چی اینجا آمدم زبید؟ برای چی آمدی برادرم؟ با اون نشان دهم که خوشم نمی آید. جناب زبید من به دستشویی روم. بس برم آب میارم دستتا بشو. ناراحت نشوید. گپ نیست. بسنیم. بیا سالک. بیا. کلی تا بخواب 03 زنگ زدم برا.
خوش اومدی سمی. تو رو دیدم. انا ها شوکت اگر زوبای تو را با خواهرهایش بیند قورت را میکند. کمیسر تو بوده. کمیسر تنجه دای طرفو. شوکت باز یگان کاری خطای کردی. کمیسر جانم خوب هستی؟ خوبم. زوبای در اینجاست بی عقل ها. چی؟ هم در اینجاست؟ زوبای هست کمیسر؟ ما رو میبینم. کمیسر در کجا هست حاضر؟ در کجا است؟ کمیسر خدا از تو راضی باشد. اگر خسرو بچه مرا بینه که میکشه به خدا میکشه. وای پلیس آمد. کمی کم پس میشینیم. آخر من با تو نگفته بودم که بیا اون ماشین رو در پایانتر گذاریم. ای بچه گفتم بود که بیا می دیسکتک نداریم وای من میتوبه. باز چیکار کردید ها؟ چیکار کردید؟ بگو چیکار کردید؟ آخر کمیسر با تو میگفتم ولی تو هم پلیس هستی که گفتن نمیتوانم. کنی انا آنها. ای برادرم گپت رو فراموش نکن. میگریزیم. رفتیم. روید. کمیسر از برای خدا مرا نجات بده التماس. لطفا یاری بده. شوکت. سلام. من کمیسر مراد هستم. سردارم این آدم ماشین یاری تجلی را دزدیده است. با ماشین دزدیده با اینجا آمده است. تو چیکار کردن میخوای ها؟ از پشت تو شده یک چند نفر میتواند که مرد. از حادثه خبر دارم. یاری تجلی را من خواستم. در اینجا عملیاتی داریم. احتمالی تیرپرانی هست، برای همین یاری تجلی را آوردند. شوکت رفیقی نزدیکم است. عملیات دوام دارد. شما در چشم ننماید کافی است. حاضر میتوانید روید. سردارم در نزد کلوب باز یک ماشین دزدیده دیگر هم هست. بله آن هم در داخل عملیات است. وضعیت را من بر دوش دارم. حاضر میتوانید روید. خوب شد ما میرویم. شوکت خداوند 7 پشت گذشته رحمت کنه کمیسر. خودت هم رحمت کنه. اگر حاضر خودت نمیشیدی به فکرم که مرا 10 سال محکم میکردن. چرا یاری تجلی را دزدیدی؟ خیلی همین شده یکی کمک خطا کردم. معذرت میخوام. کمیسر یه چیزی رو پرسم التماس فکر نکنه که شکایت میکنم. من از شما تماما ناراضی نیستم، اما یه شیرینر برای چی دایم تو مرا نجات میدی؟ چند بار شد که کلتکلیسی برادر ما به یادم میاری. هر وقتی که در لحظه های ناگوار میافتیدم اما آمده گواراش میکرد. زندگیم شکرخند بود. کاش یک باری دیگه بیایه و خندین کمون شود. برادر جانم، برای خوبی خودت کلتکلیس بودنم را با تو گفته نمیتوانم. شوکت حالا هم اینجا هستی. رو. تمام کمیسر من برام یک خدا خورم. تو را میقپند بی عقل. به این طرف رو. آخیز کاری پامش در این طرف. حالا هم یاری تجلی میگیرد. خدا از تو راضی باشد کمیسر. حالی هم در عملیات من دف شد. شوکت یک بار اقلا سرت را در بلا نگذار. چرا این دختر را نگاه میکنم؟ چرا به این آدم نگاه دارم؟ یا اینکه او را دوست میدارم، با او عاشق شدم مگر؟ نه، من تنها یک زن را دوست میداشتم. اینجا تنها برای نشان دادن او آمدم. ولی چرا همیشه او را دیدن میخواهم؟ چرا همیشه با او واخوردن میخواهم؟ چرا این آدم به من زیاد رو به یادم میارد؟ چرا زهرایم را به خاطرم میارد؟ یا اینکه از او خوشم میآید؟ نه، هرگز به تو خیانت نمیکنم زهرا. این دل تنها برای تو میتپد. هیچ یگان زنی در جای تو بوده نمیتواند. همیشه این را بدان.
زیا با تو هرگز خیانت نمیکنم عشقم. اگر دلم برای دیگر نفری تپیش کند بدون که اون دل رو با دستانم کنده میپرتویم. جنابی زوباید من به خونه رفتم میخواهم. آیو زیرک اومدیم. سرم درد دارد به خونه میروم. تمام رفتیم. این کمیسر مراد چرا تو رو باز نجات داد؟ معقول شدم. ای کجا میدونم آخی؟ دلش میسوزه یردم میکنه. من نفهمیدم. وضعیتمون بد شد. برای چی؟ کم ترسیده ایستاده یم. ای چی میترسی؟ سایره میده بونه. سایره میده نه؟ خواهرم چه خیل هستی؟ التماس می شوخی های بگو. این بچه سایرم سازی خوبی. هجری رو چه خیلی که دوز دیدید همون خیل باز پس می اورید. شده بیاخلی در خونه اون میمون ناچار مونده است. رفته کاری لازم رو کنید. حاضر بچه چه خیلی حاضر دست همی شتا میخری. یا خدایا میدونی سایرم محافظه قادر دیوانه. بابای قادر آخر از همی در این محله همه دیوانه. ما چیکار کنم؟ خانم دیوانه خانه بابای قادره یک بتالون محافظت میکنه. میدونی در آمدن ما با اونجا غیر امکان است. بخشش ده با شما 1 ساعت وقت میدیم. سایرم جان تو مرا گوش کن. خانه بابای قادره 3 تریلیون آدم محافظت میکنه. ما اونجا چی میدونیم آخی؟ تو مرا بفهم. 59 دقیقه و 55 ثانیه موند. در 55 دقیقه تمام اولاد شب پیش میارم. هجری رو نگرفته نآید. در اینجا منتظر میشوم. گویا که در جنگل باشیم. قادر خوابم نمیبرد. چرا؟ خوراک میکشی آخر من خوراک نمیکشم. چخیل نمیکشی جانم. رو در میهمان خانه خواب کن. ولی زنک جان ولی نیست قادر. خواب دارم آخر من. رو در میهمان خانه خواب کن. بهترین سلسله فیلم های ترکی هدایت، عشق و نفرت، زخم دل، و مانند اینها را این چنین ویدیوهای جالب را با صفتی بلند می توانید از یوتیوب کانال شهناز مدیا تماشا نمایید. با کانال شهناز مدیا обуна شوید و از ویدیوهای نو با خبر باشید. این چی خیلی خونه؟ خاموش باش.
ягон бу надора ку шавкат аз ҳушдарав боз хис бедор шав ба худ омадам 2 1 0 аз ман ҳам канда поди қаваз бинай ин семент хӯрда боша корҷон ана овардем салому алайкум сайрам биби сами осаки уҷа санга дайгун ҷӯш надуроя хуш ҳиҷри дар дурнаш семент блокай чи миёнам канди рӯяшро кушоед ина ҳозир дадададан бача болои сари ҳиҷри кал шудайку ин бобои қодирайку ҳиҷри дар куҷост кани бинем нест ноӯҳда бароҳо ман шуморо мекушам дар куҷо ҳастам ман ки маро ба инҷо овард яъне ки ҳолам дар хобам دختر барои таҷҳизотро омода кунед сар دفع شوید جانم کنی برخیز می رویم کنی برخیز التماس برخیز جانم تو نباید موری نمون اجازت نمیدیم که آتش به تو ضرر رساند چون که نمیخواهم که او دوباره زنده باشد آماده شدید می رویم تا تو را به خاک سپاریدنم اول اون زن لبشندی را می کشم
زینب هممون رو میکشن. هجوم کردن توی جا میمونم کار مایلش هیچ کس نترسد، من اینجا هستم، با شما ضرری نمیرسد. زود به خونه دارید، زود باشه. زودتر باشه. زودتر تیز. بیا عزمی ملیس نترس، من اینجا هستم. بدنون درو. زینب شده چرا بگو بیایم جوان سردار شما با این حال سر و کار گیرید. من به جستجوی زینب شالی میروم. زینب زینب شالی، تو دوست داشته ای مرا کشتی، اکنون من تو را میکشم. اژدها دوست داشته مرا کشته بود، من هم او را کشتم. اگر تو هم مردن خواهی مشکلی نیست. زود با پسی باغ میرم، آتش در اونجاست. مراد دلش کار میکنه. کنی زینب زود باش، باید او را به مهمانخانه بریم. التماس نبر. التجا میکنم زود باش. حاضر با نزدیکترین بیمارخانه میرویم. باید بازم تیستر. کمتری دیگرمون حاضر میرسیم. همکار طاقت کن، حاضر میرسیم. مراد نبر. یک طرف. زودتر باشه مراد، طاقت کن. زودتر باشه. التماس طاقت کن همکار.
زود باشد در حال به جراحی می‌داریم. همش از پشت من شد. اگر بمرو چیزی شود چیکار میکنم؟ مراد با من چنین نکن. زینب آرام باش. زیق نشو زینب. مراد با قوت است. با پا میخیزد. به ما رو ازش نگهن. زود الکتروشوک رو آماده کنید. سه ساعت قوه دهید. تو جنگاور بودن نمیتوانی. قوه رو زیادتر کنید. جناب دکتر، مراد زنده است؟ جراحی خوب گذشت ولی حالا هم حیاتش زیر خطر است. باید منتظر شویم. او رو دیدم میتوانم؟ حالا بیهوش است، دیدن ممکن نیست. التماس باید او رو بینم. بخشش. جناب دکتر، جناب دکتر. سردار، یک خبری مهم گرفتیم. وزیر وقتی خبر نیست. دوست داشته اژدها آتش را دستگیر کردند. با جنگاور جنگیدند. یاره‌دار است.
حالا باشد بیهوش است. تمام کجا این مهم است؟ در مکانی که جنگاور و آتش جنگیدند، نفری که جنگاور او را بیهوش کرده است میگوید که آتش چهره جنگاور را دیده است. آتش کی بودن جنگاور را میداند سردارم. خدایا التجا میکنم با یاری کن. زیا هم وقتی که مرا یاری میکرد مرده بود. التماس با او چیزی نشود. همش تمام شد. سلام. باهوش آمدی؟ سازی اخی؟ مسکرم خوش آمده. خوبه. خدای شفای کاملش بده. رحمت. مراد؟ ایستید کنی چکار میکنه شما ها؟ کنی دانت رو کشو. بگی زینب. برتوش. انا میخوام. نمیبینیم اگر فیلم هدایت رو تماشا دارم. کنی دهانت رو کشو؟ نمیکشایم. کشو آخیر؟ نمیکشایم آخیر گفتم کو. مرا زیخ میکنی تو آخیر. کنی کشو دهانت رو؟ نه زیخ شوی شدن گیر نمیکشایم. کنی زود کشو. این چی است آخیر؟ همین را شوربا میگویی؟ آفرین با تو. کنی یک تای دیگر؟ نمیخواهم. ببین اگر این رو خوری از اون شوربای دوست داشتت است کو برایت آماده میکنم. نه پس بخور. بس هست آخیر؟ چیکار میکنی؟ مرا مثل کودک کردی آخیر. احوال بیمارم مشکل است. یک رب و گپ نگیر استین. به خدا حیران نشدم. این هات یک روی خودش. همکار کجا شدی تو آخیر؟ مرا از این دختری بیشرم خلاص کن. از صبح به من شوربا داده ایستاده است. ناشکر بنده. خانم زیدب شما پروا نکنید، من شوربا این ناشکر رو میخورم. کنی بده شوربا رو به من بده. دهانت رو کشا. همکار یک قاشقچه. بس است آخیر؟
بس است به خدا هر دویتان به خانه‌تان روید. انا ببینید من سلامت شدم، خوب شدم، شفا یافتم. شغاله ببین شغاله. میدوند که زینب او را در این حال تنها نمیگذارد، میخواهد که من بروم. مگر من نمیفهمم؟ هرگز او را با زینب تنها نمیگذارم. شغال این خیلی نمیشود همکار، ما تو را تنها نمیگذاریم. همین خیلی زینب. شما چی میگوید جناب زبید؟ اگر حیاتم رو نجات نمیداد طاقتی 5 دقیقه این آدم رو نداشتم. اینی تو راست میگوی زینب، این آدم را هیچ کس طاقت ندارد. نه منزیق برام میشم که همسر آینده این چه خیلی طاقت میکرده باشد. یعنی میفهمی آخر قهر کنی نازکی ارکگی آفرین با اون زن. آخرین آدم رو کی میگیرد؟ هی چی ها گفته ایستاده ای؟ حالا من نمردم، مرا هم خواهشمندان زیاد است. با من دهید من میبرم. با این آدم نگاه کن، عروسی مرا مثل غلام استفاده میبره. خیر همکار، نقل کن که حادثه ها را شنویم. من به بیرون برآمدم. با تو خبر مهم دارم. عروسی اژدها به هوش آمد. چی ها میگویی ها؟ خوب کی بودن جنگاور را فهمیدی؟ نه حالا نفهمیدیم. در کام است، دکتر اجازت نمیدید، اما پگاه میبینیم. یگان راهش را میوبیم. پگاه روزی کلان است. تماشابینان عزیز، آخرین خبر رو به سمع شما میرسونیم. تشکیلات مخفی جنایتی آشکار شد و اعضایانش دستگیر شدند. خبرهایی که از امنیت گرفته بودیم همین قدر بود. خبر رو شنیدی؟ بله. عملیات نامشکل از تمام شد. تشکیلات آشکار شد و اعضایانش دستگیر شدند. وظیفه حاضره هم چیست؟ دیگر وظیفه نداری. این چی معنی دارد؟ به زنی عاشق شدی و به قولی که دادی نایستادی. و تو گفته بودیم که از آن زن دور باش، ولی تو ما رو گوش نکردی. حیات خود را زیر خطر گذاشتی. در حال قهرمان تنها برای وطنش مردن میخواهد. از مشکلی برآمدی. تو دیگر قهرمان نیستی، تنها کیلس هستی. همه اینها بیهوده است. برای ما در وظیفه ها یاری کردی. برای همین اجازت میدیم که زنده بمانی. اگر خواهی برای خدمت هایی که به ما کردی برای تو در خارج حیات نو تقدیم کنیم. نه، نمیخواهم. پیش از آنی که تو را از برنامه برارم میخواهم که آخرین وظیفت را اجرا کنی. چی هست؟ جنگاور را مییابی. جنگاور؟ زنی که تو را پرون میداند جنگاور کیست. وقتی که با شاید پیش از کمیسر زبید تو بفهم که جنگاور کی است. شخصیت جنگاور را تنها ما باید دانیم. این معلومات را چرا از من میخواهید؟ با او کار کردن میخواهیم. دیگر سوال نده. رفته کی بودنی جنگاور را بفهم.
مراد زخمت درد میکند که خوابت نبرد؟ وای کمی درد کرد بدنم بیدار شدم به نزد دکتر رفتن لازم بود بیا میرویم پگاه شخصیتم معلوم میشود از یارو دوستانم دور میمونم همش معلوم شد هجری تو هم خوب نکردی؟ چی شده است با تو؟ بسیار غمگین می نمایی ایست تخمین کنم تو در فکر توفای روز زادروزی من هستیم خیلی؟ درست گفتم انی غمی خیلی است مراد زینب با کجا رفته باشن یا اینکه نه خیلی میکن است شما این کارو چه خیلی با من کردید حیاتت سوخت مراد کپت دود کرد بدبخت وزی با می بولشت میکشمد به آخر من چند با ترا گفتم که من زینبم میگیرم با می کارو نسبتی ما کرد یا جناب زبید شما چیکار میکنید؟ یک کوری نمیبینی مراد کشته استم من اجازت نمیدم که شوهرم را بکشی شوهرم گفتی زینب شما کی خونه دار شدید؟ همکار گفتنی بودم ولی وقت نشد آخر زنک تبگی از میکشم ایستید مردی جناب زبید آخر دخترمون رو بدار میکنید کودک چه خیل کودک زینب کودک رو کی تولید کردی؟ وای ما هم نفهمیدیم آخر یعنی سورپریز شد همه خیل نه؟ آجا ما کشمو خوردم ای البته جناب آخر بیا با اینجا دختری من بیا جانکی من از سالی مادر بیا جانی من جانی من بیا همش دروغه خوابم نبرد نبیرم در کجاست؟ من جاتم بابا پدر تو کی هستی؟ این بدبخت بایم زوبای احمق تو اینجا احمق اینجا چیکار میکنی؟ تو احمق تو چیکار میکنی؟ علمه تو عزمی نده که کشمی عزمی نزن دیوانه مرا نزن نزن مرا این خواب بوده است که چه خیلی خواب بیماری بوده است خیر کجا هستن اینا دیدی باز نیستن خواب بوده است در کجا میگردین؟
барои захмбандӣ рафта будем. фаҳмо, ман инҷо хобам бурдааст. каме гарданам дар кард. чӣ кор кунам? гурехта равам аз ин ҷойҳо? не, гурехтам ба ман намезебад. ҳам ёру дӯстонамро дар ними роҳ намегузорам. аммо дер ё зуд ҳамаш ошкор мешавад. беҳтараш пеш аз оташ ба назди мурод рафта бо сари баланд гӯям ки ман ҷанговар ҳастам. عشقم التماس مرا تنها نگذار. نرو مراد. التماس نرو. مراد اینجا هستم، شد نمیروم. در نزدم باش. التماس نرو. نمیروم. التماس نرو. مراد بیدار شو. التماس تنها نگذار. اینجا هستم مراد. التماس نرو. نه بیدار شو مراد. نه بیدار شو. بیدار شو. نه مراد. نه مراد. نه مراد. نه مراد. نه مراد بیدار شو. نه